به نظر شما بهترین لیموناد بازار کدومه؟ زمزم، خوشگوار، کاسل یا تکدانه؟ اگه بخوام راجع به بسته‌بندیشون خیلی سریع بگم، خوش به حال تولید کننده این شیشه ها. این دوتا عین همن، این دوتا هم همینطور، فقط یه مقداری این دورشو پوشونده که به نظرم خوب نیست، چون نوشیدنی اگه داخلش معلوم باشه یه حس بهتری میده. بریم سراغ مزهش. خوشمزه است، یه مقدار شیرین‌تر از اون لیموناد همیشگیه که تو ذهنم بود، اما در کل خوبه. این تکدانه یه خورده حالت شربت طوری داره، گازش هم کمتر از بقیه است فکر کنم. در کل انتخاب من نبود. عالیه، این واقعا سورپرایزم کرد، چون قشنگ مزه لیمو میگیری ازش، یه ترشی باحال داره، گازش هم مناسبه. حال کردم. اینم که زمزمه، یه حالت نوشابه طوری داره، واقعا هم خوشمزه است. به نظرم واقعا هیچ چیز زمزم نمیشه. شما اگه اینا رو امتحان کردید نظرتون رو حتما تو کامنت ها برامون بنویسید. fiore.com هم فراموش نکنید.